انا گل باغی به باغ است و خزان. اینقدر سال در کجا بودید؟ راستش رو گویید از پشت یگان صنعتکار غیبت کرده؟ غیبت شغل دوست داشته بعضی زنها است. شما رو آدم جنگره میگویم. این رو پیش از برنامه درک کرده بودم و این رو ببینید خوشبختی رو من نفهمیدم این سوالا رو مسئولیت کرده گه چه خیلی سوالات گپ میزنی چی بلا؟ فقط نگوید که آتش میزنم. با تو قهرم تا به قیامت تو سفر کردی، تو سفر کردی به سلامت، تو مرا کشتی به خجالت. دو سویتافور، دو دون بیمار، بالاش الافزار. چی است؟ کوشش کنید که ببینید. چرا شرکت صوف سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که با سطح در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زاکاز کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن‌ها برای تماس در روی اکران. یک سلامی گرم بهر یکایک شما تماشاچیان عزیز و پادپیچکان کانال مهراب پرو. اینک فرصت دست داد باز دیده و دیدار رسید. برنامه ما عنوان دارد روبرو. اینک در مهمانی برنامه روبرو ما یکی از زیبا صنم‌های صنعت تاجیک، یکی از گلدختران بسیار هم شیرین صدا. میدونید که کیهاست رو نمیبینید، خبری از اون نیست و بیاید با دعوت و درخواست شما ما این بانو رو پیدا کردیم و سبب از صحنه و از شعر و موسیقی دور بودنش و از خودش پرسان میشویم. مهمانی برنامه رو معرفی میکنم، سعیده سراج‌الدین در روبروی شما. خوش آمدید. زنده باشین. تشکر از دعوتتون می‌ندارم. از سلام خود را بعد کل پادپیچکان و مخلصان برنامه‌تون میرسونم. زنده باشن. تشکر زیاد سعیده جان که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمانی برنامه ما گشتید. ما عین حال در تالار مبل اکرم قرار داریم و شما هم دیاران عزیز میتوانید از این کارگاه نمودهای تیاری مبل‌ها را با نرخ ارزان و دسترس برای خانه و کارگاه خود درخواست نمایید. نگفته نماند که تالار مبل اکرم برای کلی مشتریانش مبل‌ها را به طور نسیه یعنی بی فایز با مدت 6 ماه پیشنهاد می‌سازد. انا اکنون به چشم تماشاچی ما نگاه کرده گوید که اینقدر سال در کجا بودید؟ خطا نکنم 5 6 ساله که اهمیت داده ایم شما نیستید، کم نمایید، شاید کار داشتید، شاید زندگی. همین رو میخواستم فهمید. و همین نزدیکی در یک برنامه دیگرم با دعوت زیادشان اشتراک نمودم و سببی از صنعت دور بودنم من فهمیدم. فکر میکنم شرط نیست باز یک بار دیگر من در این باره گپ زنم. تماشاچیان عزیز بیاید شرطی برنامه رو با سعیده سراج‌الدین میفهمونیم. این لیفافه‌ای که شما میبینید پر از سوال‌های کاغذ پیچ است به قبل و اگر سوال‌هایی که شما رو ناراحت میکنن حق دارید طریق زجیگال که آتش زنید. اگر سوال‌ها پسند شما هستند و میخواهید که به یکی آنها پاسخ بدید و چشم تماشاچی نظر کرده پاسخ بدید. راضیید؟ راضی. پس شروع میکنیم. یک کنورت شما میگیرید، دیگرش رو من. مرحمت. چی باشد؟ برای من عجیب است. جواب میگید که آتش میزنید. راستش رو گویید از پشت یگان صنعتکار غیبت کرده؟ غیبت شغل دوست داشته بعضی زنها است. آخه میزنن به غیبت که جا میشم. تشکر. خود قائل شدن که زنها به غیبت نمیتوانند. راستش رو گویید غیبت میکنید از پشت سراینده ها. فلان سراینده کورتاش کالته بود، فلان سراینده روی مالش کج بود. نه خیلی نشده. نه که آدمی که مثلا خطی ما در یک جا شده باشن و یگان رفتار ناجا باشد یگان و بعد یگان آدمی نزدیک ولی اگر همین هر دومون در بریم چند تا غیبت میکنیم. راست میگویند سعیده بانو و پوشیدن نیست این چیز و امروز مردها نیز غیبت میکنن. حالا زنها اون طرف بیستم. راست. بیایید کنورت دیگر رو من میگیرم و میبینیم باز چی سوالی بلعجب آمده است. سوال چنین است. چه خیلی باشد میخونم چون که این تقدیر دستی من با اومد و هرچی هست من اون رو میخونم. سعیده راستش رو گوید خوشبختی در زندگی؟ شکرانه الله. بله خوشبختم. اما در چهرهتون خوشبختی رو کم میبینم. برای چی؟ غم و درد و غصه و زیادتر به نظر می نماید. نه ممکن از ماندگی هم باشد. شکرانه الله خوشبختم. اویله آباد دارید؟ شکر خدا. بله. صاحب چند فرزند شدید؟ یک فرزند. چی نام دارد؟
نوریدین مصور. شوهرتون خب مخفی نباشد بندی چی کارو هستن؟ مخفی. تشکر. اون چیزی که مخفی است ما نمی‌کنیم. تشکر. لیفافه دیگر رو شما میگیرید مرحمت. فقط نگید آتش میزنم. روزی هستن که من اون رو خونم. شما رو آدمی جنگره میگویم. این رو پیش از برنامه درک کرده بودم و این رو ببینید خوشبختی رو ببینید چقدر مناسب اومد. تو وقتی برنامه سر میشد ما اومدن رئیس سیاست کردم. ما جنگ جنجال کرده اومدیم به برنامه و این کسی این خوشبختی رو ببینید که عیناً نوشته است شما رو آدمی جنگره میگویم. این خصلت خود رو به کلام میگیرید؟ جنگره نگفتین ما گنده گفتگین ما. یعنی نه روزی نیستم. عصبی هستید اندگاب جنگ جنجال میکنید؟ نه جنگ جنجال کردم. نه جنگ همین جنجال گفتم که سراغ را خشر بکنیم بیاین. اون چنان سخن گفتید که و از جوشن جونم گذشته رفت اون نیشتون نیش بود. انتخابی من است. بیاید تماشاگران عزیز میبینیم باز در اینجا چی سوال اومده است. بدون صحنه مخلص سند سعید زندگی کرده میتواند؟ بله. چه خیلی زندگی کردن میخواهید؟ یک زندگی آرام. یعنی شما میتوانید؟ میتوانم. بعضی ها میگن که اگر که ما از سند رویم خواه نخواه کسل روحی میشویم یا که به یگان بلا گرفتار میشویم. سعیده که میبینیم بور را گفته ایستاده است که چیزی نمیشود آرام. پس سنه فقط زندگی آرام است. در فکر فرزند زندگی دیگری. در سنه فقط میدان مبارزه. البته فکر میکنم زندگی آرام خوبتر است. این رو شما از تجربه زندگی میگویید؟ بله. یعنی در زندگی صنعت و موسیقی وقتی نیست؟ در یکم جا نیست برای ما. چی هست جوی اول؟ آیله. تشکر زیاد. این خوشبختی است وقتی سراینده اویله رو از همه چی بالا میدوند. بیاید انتخاب دیگر سوال از جانب شماست. مرحمت میبینیم باز چیست؟ با همه یکان سوال عجیب مدام بیا. میبینیم. سبب از صحنه دور شدن شما را دلخنکی از صحنه میگویند یعنی وقت زمان کنسرت داده بانکروت شده دیگر بس کردید. راست است. در حقیقت توجه میدم شما یک کنسرتی پرشکوه کرده بودید در کاخ بعد در اونجا من بانکروت شدگی نبودم. اون کنسرت 2011 بود. بعد از وای اگر یاد داشته باشد سرود راک کردم میخندد چو جای پری بود نغز گذاشته بود با بسیار یک چند سرود دیگر بود در نقشه بود البوم نو پیشنهاد کردم که من یکم دکبر سال 2016 با شوهر برآمدم دیگه با همین صنعت ترک کردیم. خطا نکنم اولین شده خبری توی عروسی شما رو من رسانده بودم طریق گازیته اویلا چون در توی شما اشتراک داشتم و اینترویو خوب بود همراه شما با لباس عروسی در همون ابلوشکای گازیته اویلا برآورده بودم. خطا نکنم من بودم. شاید. تشکر زیاد. و بعد از سال 2016 صحنه رو یک مدت بس کردید. بله. با از کی با صحنه برآمدید؟ از همین 2020. با کدوم سرود؟ یک سرود نو در سال نو سرایده بودم که الو بدیل. مرحمت این الو بدیل چی باشد؟ بیاید بشنویم. با صابونیم هی با صابونیم جامه نشوشته‌ای. انتخابی کنورتی من بعد از جانب من می شود و بیاید تماشاگران عزیز میبینیم باز چی سوال است. سرودی رفتی سفر خیلی زیبا و سیر تماشابین است. البته در یوتیوب. کی رو به سفر گسیل کردید؟ این سرود به کی بخشیده شده است و چرا مخصوص رفتی سفر رو سراییدید؟ این سرود بیشتر انتخاب مادرم بود چون پدرم در سفر گذاشته بودن. یعنی که از دنیا گذاشتن؟ بله. بعد وقتی که همین سرود پیشنهاد کردن با مادرم معقول شد وقتی که با تکمیل با آهنگ با همش با من پیشنهاد کردم با من پسند آمد. لیکن بعد از چند سال باز این سرود در حیات من نیست تکرار شد و گذشت. تشکر. یعنی درد دلی مادر رو بر روی آهنگ آورده سراییدید. بله. و امروز این درد دلی خود شما است. بله. تو سفر کردی به سلامت تو مرا کشتی به خجالت دیگر حرفی آشتی ندارم با تو قهرم تا به قیامت دیگر حرفی آشتی ندارم با تو قهرم تا به قیامت
تو سفر کردی تو سفر کردی به سلامت تو مرا کشتی به خجالت. احسان میگویم بسیار یک صدای شیره‌دار دارد. یک صدای هست که اگر ساعت‌ها گوش کنید به دل آدم باز هم شینم است. احسان حالا که میگویم دل برداری کردی یک راست گفتی. راستش رو میگم، من چون از خوردی مخلصی صدای شما بودم زنده باش. و تا به حال سعیده رو میجستم که در کجا باشد و اینک پیدا کردیم و انمو سوالایی که میخواهم پاسخ کنم در شاهدی شما تماشابینان از اون میپرسیم. انتخابی سوالی من بعد از جانب شما مرحمت. من نفهمیدم این سوالا رو مسئولیت کرده که چه خلقت سوالات گپ میزنی چی بلا. فقط نگوید که آتش میزنم. اگر آتش زنید با شما حق نه دارید. خیلی سوال شخصا بخونم. مرحمت. سعیده زن یکو یا دیو یا سیومه. راستش رو گوید فقط. ایره همو زندار پرسیدم در کاره. چون از شما پیش زنگیته باشد. نه من پیش داشت. یعنی شما زنی دویم هستید. نمیدونم مزرش. میترسم یکون سیم چورم. این رو حتما پس از برنامه رو برو از شوهرشون پرسان میشوند و اویستک به من زنگ زد که زنی چندمی در برنامه آشکارا که قسم دومی برنامه ما است. حتما من این سوال رو آشکارا به شما میگویم. انتخاب از من؟ بله. تشکر. فکر میکنم سوال‌های کاغذ پیش در شما زیادتر اومده است. سعیده، انا گلباغی با باغ شهرت زیاد رو به شما داده بود. نامتون رو ویردی زبانی تمام مردمی تاجیک گردان، شناسان. با همون طرزی که از اول برآمده بودید میتوانید زمزمه کنید. متاسفانه نه. چرا؟ میتوانید. خیلی بزبالش نه. اگر که همون لحظه رو به یاد بیارید با خوب میشده. بید یا پاپروید میکنید؟ بخشش نمیتونم. چه خیلی زمزمهش میکنید؟ هم تو؟ با زمزمهش شما زمزمه کنید من گردن میجمانم. بیاید تماشا ببینید چون این شرط است و من حتما باید مثل سعیده گردن بجمانم اون کس زمزمه میکنه. مرحبا. انا گلباغی با باغ است و خزان. مرحمت ادامه دیه. ما خیلی سهر بود بگم میموندن بعد اما وقت کارگردان معروف وقیل بود و گفتم زنگ زدم گفتم ای که گفت التماس هم برآمدی مرا گیرین و چی گپه ای سینی سانت باو سینی سانت این گردنی ما در یعنی که با خدا باور کنید همین وقت زمانی که تلویزیون رو میموندیم از تمام شبکه‌ها همین سرود میرفت و همون قدر که گوش میکردیم از یاد کس نمیرفت. بیاید یک بار باز با یاد بیارید همین سرود رو. نه التماس این دفعه رقص نمیکنم. انا گلباغی با باغ است و خزان پشت در است. انا گلباغی با باغ انا میرم به سراغ. انا دل داغی با داغ است و علاو در جگر است. انا گلباغی با باغ انا میرم به سراغ. انا بلبل با دل داغ با چشمان تر است. انا بلبل با دل داغ با چشمان تر است. انا گل بخبر است هی. انا گل باغی با باغ انا دل داغی با داغ. انا سوال نام. تشکر. زنده باشید. صداتون خستگی رو نبینم و انتخاب شماست. مرحمت. راستش را گوید شما با صحنه رو ترک کرده میتوانید یا نه؟ یعنی باز مثل پیشین یک مدت مخلصان رو ناراحت میکنید؟ ناامید میکنید؟ نمیدونم. آینده بینی علم دیگر است. یعنی شما مثل دیگر سرنده وعده نمیدید که تو کمپیر شدن روی صحنه میمونید؟ نه من کمپیر شدم در صحنه خدا نکنه. چرا بود از تو میآید روی صحنه سرود میخونید بود میروید؟ تشکر. یک حضر است. مرحمت. این سوال من گفتم چقانی کردم. حق دارید شما. مرحمت. چرا با سراینده ها اونس نمیگیرید؟ یک جایه نمیشینید. خود را دور میگیرید. چرا؟ شما رو نبینیم همراهی دیگر دختر سراینده ها که یک جا بر امید میروند یا که چرا بینی میشود یک جای کنسرت و با یک جای شما دویم دور هستید. چرا اونس نمیگیرید؟ از اول که مادرم فقط ما رو از همه چی دور میگرفتن اینا نکن و یا نکن. خیلی تربیه عادت ایستاد شاید مگر گویم که خیر شاید نیست من چند ساله بودم اما گویم
اینه که تا همین زمانی که در همین سن سال رسیدم تا حال من نشده است که یگان هم صنفم یگان هم کورسم زادروز و یا به خانهشان اید و عموما یگان بار شیشتنی رفته باشم. همین خیلی تربیه یافتگی شاید از همین جهت باشه. همیشه خود رو دور میگیرید، از این ناراحت نمیشید؟ غمگین ناراحت نمیشید؟ نیستم. گویم که اگر در بعضی چوربینی ها اگر من خواهم شدن ناراحت از اونجا میشوم بسیار وقت. چرا؟ نمیدونم، میگم که شاید چون تربیه بوده باشه. بعد در غیب خود نمیشنوید که میگویند که سعیده کتگی میکند، مورو نظرش نمیگیرد، خود رو گرینی میگیرد؟ این خیلی گپو شنیده؟ نه چون آخه با اونها گپ نمیزنید، هم نشین نه نیستید؟ گپ میزنیم، سلام علیکم، معامله خوب داریم، در یگان معرکه در یگان جا بخوریم، هم صحبت میشویم، حرمت میکنم، احترام دارم. اما شما سوال ده که با یگان جا شیشتنی ما رویم و یگان سیر و گشت دم استراحت کنیم، نه این خیلی نیست. من با این سوال جواب دادم که نه تنها با صنعتکاران، در زندگی عموما هم خیلی شخصی دمگیر و استراحت کن نیستم. تشکر، احسن میگی. زنده باشی. لیفو رومان میگیرم و میبینیم باز چی سوال اومد از تماشابینان. رقص‌های سعیده رو زیاد یاد کردیم، یک رقص دلکش نشان دهید تا حلاوت برند. من نمیتونم رقص کردم. چه؟ من نمیتونم رقص عموما؟ کردم. عموما نه او خود رقص‌های گردن نه، همین عموما رقص ابیچنی. همون ابیچنی را با همون رقص و حرکتایی که بود در همون دوره، در همون سرود، در همون یا احساساتی که جوان خیلی جوان بودم، از ذوق ممکن از شوق بلند بود. بعد یا همون لحظه هم که من از صحنه میفرامدم من رقص کردن نمیتونستم. اینه آهازی شما در صحنه هم تو عموما. ربات بری سرود میخونید؟ یک رو بود نه گم پس همین هنر رو نشان دهید. خانه نشون دادم. تشویش نکشید. پس سعیده خون نمیخواهند که رقص کنند و بیاید تماش بینید، کسی رو مجبور نمیسازیم چون شرطمون همین است. سعیده راستش رو گوید، مثل پیشین شما رو باز با توی ها تیسیز به قول زکس میکنند، یعنی محفل روی مردم هستید، یعنی چون پیشینه توی ها رو باز بود دبدبه آباد کرده میتوانید یا که یک کم مغنبیر شده؟ خیلی مغنبیر شدم اما کوشش میکنم میگذارم. زکس توی ها چگونه است؟ شکر نقص باره شده است که مقصد گفته باشند که آباد نکرد یا پلاتون رو کم داده باشند یا که یگان نفهمی بین شما شده بود؟ نه خیلی نشده است. نه که اگر در همون رفتی بر معرکه یگان کس یگان ناراضگی بیان کرده باشد چنین شده است و فکر میکنم یگان صنعتکار نیست که به همین چی میگویم به همین وضعیت دچار نشده باشه، برای که یه خیلیش هم خیلی نوشیدگیه که این خیلی هم که خونی نمیشه و این خیلی هم که خونی نمیشه و نمیدونی برای وای چی خونی. بعد سعیده عصبی این گپا رو چی خیلی میبردارد؟ گویا نشنید. گویا نشنید. سعیده بانو، چون در چندین برنامه ها ما همین شرط چیستون رو از بین برده بودیم و باز به یادم اومد بیا تماشاگران عزیز یک چیستونی کاغذ پیش دارم به سعیده پیشنهاد میکنیم. اگر سعیده دونستن خوب است، اگر ندونستن اون کس حتما یک سرودی زنده بهر شما زمزمه میکنه. راضی هستید؟ راضی. چیستون رو گویم، فقط پیش که میگویم که دل خود رو بد نبرید، این چیستون بد نیست. یک غار، دو مچ غار، دو سویتافور، دو دنبی مور، بالاش الافزار. چی است؟ کوشش کنید که دونید. چرا شرم کردید؟ در فکر شما چی رو اومد؟ همون زن دیون سه و چهار. نه اون چیز هم به مردها هست هم به زنها. همه روز ما اون رو میبینیم. ما در شما دیده ایستادم، شما در من دیده ایستاده. یک غار، دو مچ غار، دو سویتافور، دو دنبی مور، بالاش الافزار. چی است؟ چشم. فقط طول که چشم شده نمیتواند. چی است؟ رو باز چی؟ یک غار کجا است؟ دهان. دو مچ غار کجا است؟ بینی. دو سویتافور، چشم. دو دنبی مور، خوش. بالاش الافزار. مویسه. احسن و این حاضر جوابی سعیده بانو بود که چیستانی ما رو دونستن. پس چیستون بود؟ اما چیستان یه جواب داره ایچ خیلیه؟ همون لیتسوی آدم میگفتید خوبتر بود، همه چی بود. تشکری زیاد. این انجام برنامه ما است.
тамошобинони азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ бо иштироки зебосанами санъати тоҷик Саидаи Сироҷиддин. суҳбати гарму самимии мо дар ана ҳамин толори бисёр ҳам зебо толори мебели Акрам баргузор гардид. Агар шумо мехоҳед ки мебелҳои шинаму зеборо дастрас намоед, харидорӣ намоед, пас метавонед ба рақамҳои зер занг занед ва ногуфта намонад ки ба таври насия, яъне ба муддати 6 моҳ шумо метавонед насия аз ин ҷо харидорӣ намоед. Тансиҳату хонаобод бошед. биёед таманиёти Саидаро баҳри шумо пешниҳод месозем. тамоми сарбаландӣ, тансиҳатӣ, хушбахтӣ, ободӣ ва дуогӯи онам ки дар хонадони ҳар як фарди мусалмон сулҳ дӯстӣ бошад. зинда бошед. Ташаккур. Дӯстони азиз ва подписчикони гиромӣ, агар шумо мехоҳед ки ҳама навгониҳо ва клипҳои рангоранги Саидаи Сироҷиддинро сари вақт дидан намоед, пас метавонед ба ин силка дар омада огоҳ гардед. Обуна шуданро фаромӯш насозед.